خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای نازنینی که در صنف هستین، همتان خوب هستین؟ آماده یک درس جدید هستین؟ بله. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون فیزیک در صنف هفتم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم و با یک موضوع جدید و یک موضوع بسیار مهم در علم فیزیک آشنا میشیم. شاگرد عزیز، ما در درس های قبلی در مورد آینه و همین قسم در مورد عدسیه خواندیم. فهمیدیم آینه عبارت از یک وسیله‌ای هست که در او شعاع‌های وارده دوباره منعکس میشه. یعنی زمانی که یک دسته شعاع بالای یک آینه وارد شود، فرق نمیکنه آینه مستوی باشه، آینه کروی محدب باشه یا آینه کروی مقعر، شعاع‌ها بعد از برخورد به آینه از سطح آینه برگشت میکنن که همین عملیه نور بعد از برخورد به یک سطح، زمانی که شعاع نور برگشت میکنه، یا اگر دوباره براتون بگم برگشت نور بعد از برخورد بر یک سطح عملیه انعکاس می باشه. شعاعی که بالای آینه وارد میشه شعاع وارده، شعاعی که دوباره از سطح آینه برمیگرده یا برگشت میکنه به نام شعاع منعکسه یاد میشه. آینه دارای انواع مختلفی بود: آینه های مستوی، آینه های کروی مقعر، آینه های کروی محدب. آینه مستوی دارای تصویر مجازی بود، به همین شکل آینه های کروی محدب هم دارای تصاویر مجازی. به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب و صحتمند و سالم باشین. بخیر به درس امروز حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شاگردای نازنینی که در صنف هستین، همتان خوب هستین؟ آماده یک درس جدید هستین؟ بله. بسیار عالی. خوش آمدین به یک درس دیگه ما در مضمون فیزیک در صنف هفتم. ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون فیزیک میخوانیم و با یک موضوع جدید و یک موضوع بسیار مهم در علم فیزیک آشنا میشیم. شاگرد عزیز، ما در درس های قبلی در مورد آینه و همین قسم در مورد عدسیه خواندیم. فهمیدیم آینه عبارت از یک وسیله‌ای هست که در او شعاع‌های وارده دوباره منعکس میشه. یعنی زمانی که یک دسته شعاع بالای یک آینه وارد شود، فرق نمیکنه آینه مستوی باشه، آینه کروی محدب باشه یا آینه کروی مقعر، شعاع‌ها بعد از برخورد به آینه از سطح آینه برگشت میکنن که همین عملیه نور بعد از برخورد به یک سطح، زمانی که شعاع نور برگشت میکنه، یا اگر دوباره براتون بگم برگشت نور بعد از برخورد بر یک سطح عملیه انعکاس می باشه. شعاعی که بالای آینه وارد میشه شعاع وارده، شعاعی که دوباره از سطح آینه برمیگرده یا برگشت میکنه به نام شعاع منعکسه یاد میشه. آینه دارای انواع مختلفی بود: آینه های مستوی، آینه های کروی مقعر، آینه های کروی محدب. آینه مستوی دارای تصویر مجازی بود، به همین شکل آینه های کروی محدب هم دارای تصاویر مجازی بودن. یعنی تصاویر مجازی را تشکیل میدادن، تصاویر را در عقب یا در پشت سر آینه تشکیل میدادن. و آینه کروی مقعر آینه‌ای هست که تصویر حقیقی را تشکیل میده، یعنی تصویر در مقابل آینه تشکیل میشد. و روز قبلی با هم دیگه مثال‌هایش را کار کردیم، فهمیدیم که چگونه تصویر در آینه‌های متفاوت تشکیل میشه. در مورد عدسیه ها هم خواندیم. عدسیه ها وسیله‌ای هستند که عملی انکسار در آنها صورت میگیره. زمانی که یک دسته شعاع وارد یک عدسیه میشه، مسیر اصلی خود را کج میسازه، از مسیر اصلی خود منحرف میشه، یک شکستگی در شعاع نور به وقوع میپیونده و همین عملیه عبارت از عملیه انکسار میباشه. زمانی که نور از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دومی میشه، عملیه انکسار صورت میگیره، نور میشکنه، مسیر قبلی خود را طی نمیکنه، یک مسیر جدید را اختیار میکنه، کمی از مسیر قبلی منحرف میشه و همین عملیه انکسار هست. شعاعی که بالای عدسیه وارد میشد شعاع وارده، شعاعی که از عدسیه عبور میکرد به نام شعاع منکسره یاد میشد. یک موضوع بسیار مهمی بود که فهمیدیم عدسیه ها خودشان محیط های شفافی هستند که نور را انکسار میتن. در مورد عدسیه ها هم صحبت کردیم. دو نوع عدسیه داشتیم: عدسیه های محدب و عدسیه های مقعر.
عدسیه‌های محدب دوباره به 3 دسته تقسیم شده بود: عدسیه‌های محدب الطرفین، عدسیه‌های محدب مستوی و عدسیه‌های محدب مقعر. عدسیه‌های مقعر هم دوباره به 3 دسته تقسیم شده بود: عدسیه‌های مقعر الطرفین، عدسیه‌های مقعر مستوی و عدسیه‌های مقعر محدب. این درس های گذشته ما بود که ما مثال هایش را به شکل مفصل با هم دیگه کار کردیم، سوالات را کار کردیم و من امیدوار هستم که شما درس های قبلی را تکرار کرده باشین. کسی در درس های قبلی سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر. بسیار عالی. حالا که سوال و مشکلی ندارین، بیاین پس درس جدید خود را شروع کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. عنوان درس امروز ما چشم هست. ما امروز در مورد چشم میخوانیم. پس عنوان درس امروز ما چشم می باشه که این درس ما شامل صفحه 84 و 85 کتاب فیزیک هست. به شکل کلی اهداف ما در درس امروز این هست که بفهمیم چشم دارای کدام ساختمان می باشه، وظیفه هر ساختمان در چشم چگونه می باشه و چشم چگونه اجسام را می بینه، یا ما به وسیله چشم چگونه می تونیم اجسام را ببینیم. پس قلم و کتابچه پیشتان باشه، نکات مهم درس را یادداشت کنید. اگر جایی براتون سوال ایجاد میشه، سوالاتتان را حتما از ما بپرسین تا در ختم درس امروز به اهدافی که داریم برسیم. همون قسمی که شما میفهمین، چشم یک عضو بسیار مهم در بدن ما هست. توسط چشم هست که ما میتونیم همه اشیایی که در اطراف ما هست ببینیم، تمام رنگ هایی که در اطراف ما هست ببینیم، تمام زیبایی هایی که در اطراف و یا در جهان وجود داره توسط چشم ما دیده میشه. پس چشم یک عضو بسیار مهم در زندگی ما هست. نمیتونیم بگیم عضو حیاتی، چون اشخاصی هستن که نمیتونن اطراف خود را ببینن اما زندگی میکنن و حیاتشان ادامه داره. اما چشم یک عضو بسیار مهمی هست که توسط چشم هست که ما میتونیم اطراف را ببینیم، اشیا را از همدیگه فرق کنیم، رنگ ها را از همدیگه تفکیک کنیم و زیبایی جهان ببینیم. پس باید بفهمیم که در چشم چگونه چه عملیه هایی صورت میگیره، کدام ساختمان ها وجود داره که در نتیجه ما میتونیم یک جسم را ببینیم. خب شاگردای عزیز، چشم انسان مثل یک دوربین هست. شما با مفهوم دوربین آشنا هستین. پس چشم یک انسان مثل یک دوربین هست. همون قسمی که در دوربین عدسیه وجود داره، عدسیه های متفاوتی میتونه در دوربین موجود باشه، عدسیه های محدب میتونه در دوربین موجود باشه. در چشم انسان هم عدسیه وجود داره. یعنی یکی از ساختمان هایی که در چشم انسان وجود داره عدسیه هست. زمانی که نور وارد عدسیه چشم میشه، شما میفهمین که عدسیه ها محیط های شفافی هستند که نور را انکسار میدن یا عملی انکسار در عدسیه صورت میگیره. پس زمانی که نور وارد چشم انسان میشه، همین نور وارده در عدسیه انکسار میکنه. مسیر اصلیش زمانی که از عدسیه عبور میکنه و وارد محیط دومی میشه، مسیر اصلیش کج میشه، از مسیر اصلی خود منحرف میشه یا انحراف پیدا میکنه. بنابراین چشم انسان هم که دارای عدسیه هست، عملی انکسار در داخل عدسیه چشم انسان هم صورت میگیره. یعنی عدسیه‌ای که در چشم انسان وجود داره از این امر مستثنا نیست، کاملا از پدیده انکسار در عدسیه پیروی میکنه و عملی انکسار نور در داخل عدسیه چشم هم صورت میگیره. خب موضوعی هست که چشم دارای چه نوع عدسیه می باشه؟ آیا عدسیه‌ای که در ساختمان چشم وجود داره عدسیه مقعر هست یا عدسیه محدب؟ جواب ما به شما این است که در ساختمان چشم عدسیه‌ای که وجود داره عدسیه محدب می باشه. عدسیه محدبی هست که نور را انکسار میده. خب قبل از اینکه بیایم و بقیه موضوعاتی که در درس امروز وجود داره را براتون بگویم، یک مثال را براتون میگم. آیا تا حال مواجه شدین با این گپ یا روبرو شدین با این گپ زمانی که در یک نور بسیار زیادی هستین، مثلا در بیرون هستین که شعاع آفتاب بسیار زیاد هست و از یک محیطی که شعاع آفتاب بسیار زیاد هست یا نور بسیار زیادی وجود داره، دفعتاً وارد یک محیطی میشین که نور کمتر داره. مثلا روی حویلی میرین، در روی حویلی در هنگام روز نور آفتاب بسیار زیاد میباشه و دفعتاً وارد اتاق میشین، وارد خانه میشین.
آیا احساس نمی‌کنید که نمیتونید اطرافتان را به شکل درست ببینید؟ احساس می‌کنید چشمتان سیاهی میکنه و اشیایی که در اطرافتان وجود داره را به شکل درست دیده نمیتونید؟ به نظرتان علت این موضوع چی هست؟ علت این موضوع که شما زمانی که در یک محیطی هستین که نور زیاد هست و از محیطی که دارای نور زیاد هست وارد یک محیطی میشین که نورش کم هست. چرا دفعتا زمانی که وارد محیطی با نور کم میشین چشمتان نمیتونه اطراف را به درستی ببینه؟ علت این موضوع مردمک هست. مردمک چشم عبارت از یک ساختمانی هست که در خود چشم وجود داره. مردمک چشم به نور اجازه عبور میده. همین مردمک چشم هست که اجازه میده نور وارد چشم شود و مردمک چشم در حالات مختلف به شکل متفاوت عمل میکنه. زمانی که شما وارد یک محیطی میشین که نور زیاد وجود داره مردمک چشم قطر خود را کوچک میسازه، یعنی قطر مردمک چشم کوچک میشه تا نور بسیار زیادی وارد چشم نشه، یعنی یک اندازه مشخص و معینی از نور وارد چشم شود. پس زمانی که شما وارد محیطی میشین که نور زیاد وجود داره بر روی حولی میرین، مثلا در ساعتهای 12 بجه یا 1 بجه که نور آفتاب بسیار زیاد هست، زمانی که شما بر روی حولی میرین یا در محیطی میباشین که نورش زیاد هست مردمک چشمتان قطر خود را کوچک میسازه تا مقدار بسیار زیاد نور آفتاب وارد چشمتان نشه و مقداری که لازم هست شما اشیا را ببینید وارد چشمتان میشه. اما اگر شما دفعتاً وارد اتاق میشین یا یک محیط میشین که نورش کمتر از محیط قبلی هست میبینید که اطراف را به درستی دیده نمیتونید، چون قطر مردمک چشم در محیطی که نور زیاد بوده کوچک شده و زمانی که شما دفعتاً وارد محیط دومی با نور کم میشین تا که مردمک چشمتان آهسته آهسته قطر خود را متناسب به محیط بسازه یک مدت زمان را در بر میگیره و بعد از چند لحظه میبینید که همه چیز به شرایط عادی یا به حالت عادی برمیگرده و شما میتونید اشیایی که در اطرافتان هست را به شکل درست ببینید. پس قطر مردمک چشم یک موضوع بسیار مهم هست که زمانی که در یک محیط نور زیاد وجود داشته باشه قطر مردمک چشم کوچک میشه تا مقدار زیاد نور وارد چشم نشه. اما در هنگام شب و یا در محیط های تاریک قطر مردمک چشم بزرگ میشه، یعنی مردمک چشم قطر خود را افزایش میده تا مقدار زیاد نور وارد چشم شود و در نتیجه شما بتونید اشیایی که در اطرافتان وجود داره در محیط‌های تاریک و یا کم نور اونا را ببینید. اگر شما می‌خواید این تجربه را انجام بدین، اگر نمیتونید روی چشم خود انجام بدین، چشم همسنفی هایتان را یک چراغ دستی یا چراغی داشته باشین که یک مقدار نور داشته باشه، قطر عادی چشم همسنفیتان را ببینید، بعداً با یک چراغ را با آهستگی نزدیک چشم همسنفیتان کنید، ببینید که قطر مردمک چشم خود را خرد و یا کلان میسازه یا خیر و این موضوع را به شکل واضح درک کنید. خب زمانی که مردمک چشم قطر خود را متناسب به نور محیط ساخت و نور از مردمک چشم عبور کرد، بعد از او چی میشه؟ بعد از او زمانی که نور از مردمک چشم عبور کرد وارد عدسیه چشم میشه. عدسیه چشم ساختمان بدیهی هست که در چشم وجود داره و زمانی که نور از مردمک چشم عبور کرد وارد عدسیه شد، در عدسیه انکسار میکنه. همون قسمی که گفتیم در چشم عدسیه محدب وجود داره و زمانی که نور از مردمک عبور کرد وارد عدسیه میشه و در عدسیه نور انکسار میکنه. به شکل کلی میتونم براتون بگم که عدسیه چشم هم یک محیط شفاف و حساس است که نور در او انکسار میکنه و نظر به فاصله جسم از چشم ضخامتش بزرگ یا کوچک میشه. نور را انکسار میده و در نتیجه شما میفهمید که از انکسار نور تصویر هم تشکیل میشه و همین پروسه انکسار هست که باعث تشکیل شدن تصویر میشه. نور را انکسار میده، زمانی که نور از عدسیه عبور میکنه منکسر میشه و تصویر بر روی شبکیه تشکیل میشه. شما میفهمین که تصویری که از اثر انکسار نور در عدسیه ایجاد میشه تصویری هست که به شکل سرچپه تشکیل میشه. پس تصویری که از انکسار نور در عدسیه بر روی شبکیه تشکیل میشه تصویر به شکل سرچپه می باشه. یعنی شما یک جسم، یک درخت را میبینید که در مقابلتان وجود داره، برگهاش در بالا وجود داره، تنش در پایینتر و ریشه هاش در قسمت پایینتر وجود داره، اما زمانی که نور وارد چشمتان میشه از مردمک عبور میکنه، در عدسیه انکسار میکنه و تصویر بر روی شبکیه تشکیل میشه که شبکیه جزء سوم
یا یک ساختمان سوم در چشمتان می باشه، تصویر به شکل سرچپه بر روی شبکیه تشکیل میشه، یعنی ریشه ها به طرف بالا، تنه در وسط و برگ ها به طرف پایین می باشه. در شبکه چشم حجرات عصبی وجود دارند. حجرات عصبی که همین تصویر را به حیث یک پیام عصبی دریافت میکنن، به مغز یا دماغتان میبرن. در مغز همین تصویر تحلیل، تجزیه میشه و فهمیده میشه که تصویر یک درخت به شکل سرراسته می باشه. یعنی درک شما از تصویر به شکل سرراسته می باشد، چون که حجرات عصبی که در شبکه چشمتان وجود داره، تصویری که به شکل سرچپه در روی شبکه ایجاد شده را به حیث یک پیام عصبی به مغز یا دماغ انتقال میده. در مغز و دماغ همین پیام عصبی یعنی تصویر یک درخت تحلیل میشه، تجزیه میشه و در نتیجه شما درک میکنید که جسمی را که میبینید یک درخت هست که به شکل سرراسته وجود داره، برگ ها در بالا، تنه در وسط و ریشه ها در قسمت پایین وجود داره. شاگرد عزیز، درس ما در همین قسمت به پایان میرسه و ما امیدوار هستم که شما تا این قسمت با مفهوم چگونگی تشکیل شدن تصویر در داخل چشم و همین قسم چگونگی دیدن اجسام آشنا شده باشین. از شما میپرسم کسی در این درس سوالی یا مشکلی نداره؟ نه خیر. بسیار عالی. خوشحال هستم که درس امروز را یاد گرفتین. درس امروز ما یک درس فوق العاده دلچسب بود. یک بار دیگه اگر یک مرور کوتاه براتون داشته باشم تا اگر کدام سوال کوچکی هم براتون مانده باشه او هم حل شوه، این هست که زمانی که شما یک جسم را میبینید، شما میفهمید که نور بالای جسم میتابه، وارد میشه، از جسم منعکس میشه و این نور منعکس شده از جسم وارد چشمتان میشه، از مردمک چشم عبور میکنه. مردمک چشم قطر خود را متناسب با مقدار نور تنظیم میکنه، یعنی نور زیاد اگر باشه مردمک قطر خود را کم میکنه، اگر نور کم باشه قطر خود را زیاد میکنه و در نتیجه نور از مردمک چشم عبور میکنه. بعد از اینکه نور از مردمک چشم عبور کرد وارد عدسیه میشه، در عدسیه عملیه انکسار صورت میگیره و زمانی که در عدسیه که عدسیه محدب هست عمل انکسار صورت گرفت، تصویر به شکل سرچپه بالای شبکیه تشکیل میشه. در شبکیه حجرات عصبی وجود داره که تصویر تشکیل شده بر روی شبکیه که به شکل سرچپه می باشه، این را به حیث یک پیام عصبی دریافت میکنن، به مغز یا دماغ انتقال میدن. در مغز و دماغ پیام تحلیل، تجزیه میشه و شما درک میکنید که تصویر به شکل سرراسته وجود داره. من در درس امروز هم به شما چند سوال را به حیث کارخانگی دارم. کارخانگی شما این است که سوال اولی که به حیث کارخانگیتان هست این است که نوشته میکنید چشم دارای کدام ساختمان می باشه. سوال دوم شما این است که وظیفه هر ساختمان چشم را که مردمک هست، عدسیه هست، شبکیه هست و حجرات عصبی که در شبکیه وجود داره، تمام اینها را وظیفه هایشان را به شکل مفصل نوشته میکنید. و سوال سوم شما این است که در کتابچه هایتان نوشته میکنید چشم چگونه اجسام را میبینه یا ما با وسیله چشم چگونه میتونیم اجسام را در اطراف خود ببینیم. این سه سوال را در کتابچه هایتان حل کنید، روز بعدی به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید. اگر جایی سوالی یا مشکلی دارین یادداشت کنید و روز بعدی حتما از ما بپرسید. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.